خوابگاهی رقم 8 دانشگاه ملی تاجیکستان. اینجا آخرین محل زیست بختیار رسولوف 19 ساله بود. پیکر آویزان او را روز 6 دکبر یکی از همخانه‌هایش پیدا کرده است. بختیار سال دوم بود که در بخش زبان‌های آسیا و اروپای دانشگاه تحصیل می‌کرد. به نقل دوستان و هم نزدیکانش او آن روز از درس زودتر برگشته در میله پرده خود را آویخته است. وی پیش از حادثه به مادرش در ناحیه ظفرآباد زنگ زده قرضدار بودنش را گفته است. به گفته پدرش بختیار 8 یا 10 هزار سومانی قرض داشته است. ما دانش از مغز بودم مترجمش کردیم. پس این سال همه بیشتر جوره مکتبش که توریستان همی رو بازی کردی تلفن بازی وای. اون تلفن بازی با صداش که من جورهاش میاکیم. پدرم نفهمم، تاهم نفهمم. گفتم این کار کرده است. من شرمنده میشم. در این حجره‌ای که در آن بختیار با 5 دانشجوی دیگر زندگی میکرد مهر زده شده از همخانه‌هایش بیانات گرفتند. یک منبع آزادی هم که از حادثه آگاه بوده است گفت پیش از ظهر وی با مادرش کمی صحبت و جنجال کرده است. از درس برآمده بند خریده و خودش را آویخته است. مقامات حالا قضیه را تحقیق دارند، اما یک فرضیه این بوده است که دانشجو در بازی‌های بوک میکری یا شرط بندی ورزشی باخته قرضدار شده است و احتمال در حالت روح افتادگی به این عمل دست زده است. منبع ما هم گفت بختیار شب جمعه تا دیر فوتبال تماشا کرد و با پیشگویی نادرست باخت. این در حالی است که به گفته نمایندگان دانشگاه بختیار دانشجوی فعال بود و دانش خوب داشت. این بار اول نیست که میل و رغبت جوانان به بازی‌های بوک میکری به باخت و قرضداری و فوجیه می انجامد. دوستداران این نوع شرط بندی ها در میان دانشجویان هم کم نبودند. مقصد اساسی جوانان مبلغ‌های پولی به دست آوردن از همین بازی‌های بوک میکری میباشد. مبلغی که همون جوان از دوست یا رفیق خود گرفته است اون رو برگردانیده نمیتواند، در یگان جا کار و فعالیت نمیکند. در همین حالت میتواند جوان با خودکشی دست نمد. به گفته روانشناسان اکثرا وابستگی، احساس غالبیت و هم اندیشه دریافت پول با راه آسان جوانان را به اداره‌های بوک میکری میکشد. خود همین بازی‌ها از نگاه روانی تاثیر کوتاه مدت و دراز مدت را دارد. پیش از همه در آنها وابستگی را به وجود می آورد. دوم حالت روانیشان یعنی به حالت اضطراب استرس گرفتار می نماید و در اینجا دو حالت هست. پسیکای آنها در تاثیر برد و باخت. وقتی که باخت می شود آنها در همین حالت راه افتاده میشن. سلام و درود به پایان بارداران عزتمند یال قدری ما. امیدوارم همتون صحت سلامت خوبین، خداساز باشین، تین باشین. خداوند همیشه جای شب روز عوض میکنه تا به هر یکی ما بنده بفهمونه که هیچ حالی انسان دائمی نیست. یگان حالی نیست که همه وقت بد باقی بمونه، همه وقت حال خوب میشوه، حالی خوب بد میشوه. برای همه باید به همه سنجش الله تیار باشی، شکرانگذار باشی. ناامید نیستیم از درگاه پاک سر به راه انشالله که کار بمامده. واسه دیجا های سببی همین کدامی که تاکسی خد میگردم ماشین نداره گرمی کندای ما یک چند روز شد که به ماشینیم ماشینمون یاده پرابلم کرد با تاکسیم دیس یوتون برو با تاکسیم. سلام علیکم. میدونم باردارا ایما بزار شدگین با فکرم اینستاگرام در لیستت میکنم ویدیوی ما برای همین نفرهایی که من قرض دارم و اون نفرهایی که در باری ما بدین استفاده بردین، خوردین اون نمک توف کردین، هر یک ویدیوی پارت افتین در قرضدارای ما و ما را اگراجت کردین چیستا برادرای ما. من نمیتونم بگم همجا ممکن شرمندگی ممکن توف کنن در روتون. میدونم باردارا زایبت چی تگه نیم تیموی ما نو ما میلیون قرضدار نیستم باردارو سوم ایما کابیسیون حساب پروس کم ترک بزیبیش در چه که حسابی که مودم اینترنتیم سوم ایش همتون باردارا ایش ویدیو میکنن سوم ایش همتون ایش ویدیو میکنن با یگون چینا موندم باردارو با یا ویدیو گراجت که سانکی نمید ما در زندگیم در قناه دارم فرزندای پدر شده بسات امید میبرم در نامزم خدا دعا میکنم که الله مهربان مرا در راه طلا مستقیم هدایت کنه. من خطاگی کردم با دوستای بعد هم رشیدم همنشینا ما در زندگی خوب سنجش نکردم
хато бисёр кардам. Аллоҳ меҳрубон маро бубахша, мушкили маро осон кунад. То ҳамин падар модар ма як дами беғам бигиранд дар ҳамин сари пирёшон. дар таво бордоро зулм омадаги яке аллоҳ шоҳидай. мегум дават накунам, хай ҳаракат бикунам. умед нестам ай парвардигор. мебурам саҳар мегум мебурам як кор кунам, мисол як мошина мегум бигирим ина хай клиент дорум. алҳамдулилло бардорон муроҷиат мекунанд, мехаранд айматҳоз иншоалло роҳӣ кардистам. но як коро мекунанд, як видеои мекунанд, як угражатие мекунанд ки хай мотиватсия кор мебурад. ва имина ҳамон видеое ки видеои гирияи маро парсагай гарин гаҷа задиват карагай, гарини задиват карагай. то ҷоеш омадагай ки одамоеро подключатум карган, ай Москва занг задагиан, конференсия карган ки туда суда мотора убрат мекунем, ту мотора мекишем. ай зан ақурат карган, баъди трубкаро киштан, маро аламум каргай, семи ақурат аламум каргай, баъд видео кардаги дар интернет парсагай. мисоли айрӯи мардӣ нест. ин ҳамон видеоаму дар интернет бромад 600 000 просмотр гирифт. اون هم آدم ویدیو را پرسگه 600,000 پرسموت گرفتگه یگان رزولتات شدگی نیست. نه که بخاطر چی میکنن؟ بخاطر پس زدن. نه که الله شاهده برادرای عزیز من کدام دستای نه من مرده گور بفهمیم والله بلا قسم برادرام یک من است نیم کاری که دکمه کردم والله یک من است برادرام. من اگر همین کارو میکردم میفتم مالی تو یک کروی را موندستن، یک کروی را موندستن باردارم که کدام ما را میفهمه دست ما دوم میکنه از او رحمت و این مدت من تماشا میکنم. چجوری من تجونی من میدونم ما تماشا میکنم هیچ وقت زیغ نشین. ما بچه شمایم فقط رقم داد که انشالله این مشکلی میبرم. مردک دهی 100,000 هیچ شیعی میبرم این پلازینی 22-23 ساله بچه رقم داغو باشیم چجون و تجون انشالله این مشکلی هم پس سر می خدا آدم هم بروز بد نیوره. یعنی سگ هم گبزن میشه، مرغ هم گبزن میشه، همه ما گبزن میشه. بعد زبان کتاب میشه، گب زده نمیتونی. من خداوند در سر یکم کس نیوره، همه چیزی بزید پروردگار گدود کنه و قرضور نی. او تنه مردم تنه میکشد. داخل شد بسم الله الرحمن الرحیم باردارو از باردارو زورش میکنه، زورش اینو اکا نکنه میکنه، اکا به صبر میکنه میکنه. و اکا زیو بارداروی نزدیکی من شما دوستم هم را گوری نشدین نکردین داخلی